این خیلی جسم بود ما میدانیم. برای حجمش اثبات کردن یک بار دیگر ما همین فرموله که قسم یکمی درصد دانستیم از خود کردیم استفاده میبریم. تمامی بگذار یکان سیلیندر در نمود افقی برقدی تیری آیکس خوابان داشته باشد. این وقتا مثل میشه بلندی سیلیندر این چیز میشه یکان اش گویی اش بلندی سیلیندر بگذار یکان ایر بگذار یکان ایر این رادیوس سیلیندر باشد. تمامی اینجا ایر نقطه ایر انا اش و ایر اش اینجا در بلندی سیلیندر راست رو تصور کنید. اما ایر اینجا در چیزی رادیوس سیلیندر وقتی که یک قسم دیگرش باید ابتدای کوردینات باشه موقع خیلی آسان میشه. وقتی که در میزنونیم در اطراف تیری اوریکس در میزنونیم 360 گرادوس اینجا در موقع چه حاصل میشه؟ سیلیندر حاصل میشه. همین حجم سیلیندر میابیم. برای حجم سیلیندر یافتن بچه‌ها انا این معادله این خط راست دانستن ما درکار y برابری چیزی میشه این y برابر r خودش چون که خط راسته که به تیر ابسیس پارالل ایوان نقطه r میگذرد y برابر r فرمولش فهمیدید نه؟ عموما فرموله معادله خط راست k x پلس b بودن این معادله خط راست بود نه زحمتی انا کو از بس که من اینجا خط راست ما با تیر ابسیس او ایکس پارالل که هست معادله این ایگریک برابر ار میشه بچه‌ها. فهمیدید؟ الان کو نگاه کنید. فرموله هولانگی مونیم حجم سیلیندر ما چه برابر میشه؟ پی حدودهایش انال تا چند اشا انال تا اشا اف از ایکس ما چند برابر ایگریک ما ار کوادرات dx برابر پی از 0 تا اشا حدودهایش r کوادرات همچون کوفیسینت برورین من میشد خیلی نفسی من r کوادرات dx نگاه کنید بچه‌ها پی انا کو r کوادرات تحت اینتگرال بیرون برورین پی r کوادرات حدودهایش از 0 تا اشا dx اینتگرالش چند برابر یک x خودش برابر پی ال کوادرات x حدودهایش از 0 تا چند اشا انا کو جای x رو اول حدودی بالایی کنیم پی ال کوادرات اش ترکیب پی ال کوادرات ضرب چند 0 های 0 که ضرب همش با 0 میشه چی میشه پی ال کوادرات ضرب اش انا کو پی ال کوادرات ما از طرف دیگر چه برابر میشه مساحت اساسی سیلیندر و مساحت دایره بده مساحت اساسی سیلیندر و پس ما اینو گفتیم داریم که مساحت اساس ضرب سیلیندر است بلندی من ما اینجا اثبات کردیم بچه‌ها حجم سیلیندر راست به چه برابر بوده است و مساحت اساس بلندی برابر بوده است. حجم سیلیندر ما و مساحت اساس و بلندی برابر بوده است. قسم سیومی درس می‌ذاریم. قسم دوم هم شما بچه‌ها. قسم سیومی درس ما همین که حجم کانوسی راست. یک بار دیگر سیستم کوردیناته می‌گیریم. بگذار یک خطی باشد که از مرکز کوردینات برآید. فهمیدید؟ همین خط یک نقطه انتخاب کنیم. ابسیس اش بلندی کانوس میشه انا تو اوردینات اش بچه‌ها ایگریکش رادیوس چه میشه کانوس انا وقتی که انا این نقطه این خط راست در اطراف تیری او ایکس در میزنونیم همش در میزنونیم چه حاصل میشه باور کانوس حاصل میشه نمیخونی انا کو بچه‌ها با ما برای همین فرموله حجم کانوس هم اثبات میکنیم فقط که ما لازم است که معادله یعنی خط راسته دانیم معادله خط راسته که از مرکز کوردینات میگذرد y برابر kx میشه بچه‌ها y برابر چه میشه kx بیش نیست چون که
0 کو مرکز کوردینات گذاشته است. b ما چند برابر 0 برابر. نگاه کنید. اکنون برای این معادله یافتن ما این کوفیشنت کنجی یادتون بیارید k یافتن ما در کار. k برابری تانجنسی کنجکی خط راست با طول ابسیس تشکیل میداد. k کوفیشنت کنجی بود. یک بار دیگه یادتون بیاریم این به چی برابر بوده است؟ تانجنسی کنجکی خط راست ما با طول ابسیس چیکار میکند؟ تشکیل میدهد. انا کو تانجنسی این کون چند برابر نسبتی کاتتی به کون مقابل و کاتتی به کون چیزه چسبیده. کاتتی به کون مقابل ما چیزه برابر l تقسیمی به کون چسبیده چند h. کما چند برابر است؟ 1 تقسیم h. جاشون بگذاریم. معادله خط راست ما f از x ما چند برابر میشه؟ l تقسیم h ضرب چیزه x. تمام. فرمول رو بگذاریم. v برابری p حدودهایش با از 0 تا h از 0 تا h بچه ها f از x یعنی که l تقسیم h x در چیزه کوادرات dx. نگاه کنید بچه ها p ضربی l کوادرات تقسیم h کوادرات شده. اینه بیرون رو میذاریم l کوادرات تقسیم h کوادرات ضربی x کوادرات تحت اینتگرال چند 0 از 0 تا h x کوادرات dx. هنوز x با بله p r کوادرات تقسیم h کوادرات ضرب x کوب تقسیم 3 حدودهایش از 0 تا h. اکنون نولا نمانیم نه h اگر جاش رو بزرگ اگر جای x ما چند میشه؟ p r کوادرات ضرب h کوب تقسیم h کوادرات ضرب 3 این برابر میشه چی؟ h کوادرات که اینجا h رو حساب میشه فقط با عنوان یک h میمونه. یک تقسیم 3 p r کوادرات ضرب h. از طرف دیگر p r کوادرات چی برابر بود؟ مساحت اساس. جاش رو بزرگ مگر یک تقسیم 3 s اساس ضرب h. اینک ما پاراگراف سوم ما حل کردیم. حجم کونوس بس 1 حاصل ضرب مساحت اساس بر بلندی برابر است. یک بار دیگه تکرار میکنم. حجم کونوس بس 1 حاصل ضرب مساحت اساس بر بلندی چیزی است برابر است. فهمید؟ اینک چیزها یادگیریم. یکم حجم جسم‌های چرخ‌زنی در اطراف تیر OX حاصل می‌شود. دوم حجم جسم‌های چرخ‌زنی که در اطراف تیر OY اوردینات حاصل می‌شود. دوم فرمول حجم سیلندر به چه برابر است؟ به حاصل ضرب مساحت اساس بر بلندی است. حجم کونوس و حاصل ضرب مساحت اساس انا همین 4 تا پونکت اساسی بغیر از این بچه ها کتاب شما هم در اضافه هست. اکنون نسبت حجم و رادیوس چقدر دو تا کونوسی به هم مانند خیلی این چیزهایی که ما بسیار گذشتگی همین چیز شما از خود کرده از بر کرده میبینید. فهمید؟ درس همه فهمید؟ اگر فهمه باشد 1 تا